با هم دیگر بازی میکردیم که همچون بچه خردسال. از صنف 5 سر کردن ما در یک پارتش شدگی بودیم. بعد از هر میخواد نشستن بسیار محبت کردگی اکرام. زمینی ترین، خاکسارترین، با لیاقت‌ترین هنرمند بودند. این خیلی هنرمند خیلی کم است، چون که او هم مضحکه، هم فاجعه، هم دراما با آسانی زودش میبرامد. من فخر میکنم که شخصا با این هنرمند خیلی هم معروف و انسان عجایب شناسایی نزدیک داشتم. سرسپرده تئاتر تاجیک بود. در حقیقت خداوند و برای تعلیم دادن آفریده است. و ما گمان میکنم امروز از خوشبخت‌ترین شاگردای شادروان عبدالقیس هستم که از برکت دعاشون تا به همین روز رسیدیم. همین آدم در دل همین شاگردا جا گرفت. یگانه هنرمندی بود که شب و روز در صحنه بود. همه چیزی را که یک انسان باید داشته باشد این آدم داشت. رسومی خوب بود، گریمیوری خوب بود. در کتابخانه دهه ما کتاب نمانده بود که نخونده باشم. یک کامپلکسی هنری بود، یک مجموعه هنری، مجموعه ایجادی بود. وقتی که میگویند برای یک مرد 40 هنر هم کم است، این درباره پدرم بود گوییم. دکتر من بگو که گپ زدنشان ممکن نیست، بسیار سخن نکنند. پدرم سخن میکرد، من نمیماندم. دادا گپ نزنید شما ممکن نیست. کاش که سخن میگفته من گوش میکردم که در دلش چی بود و چی گفتن میخواست. هر یک سخن شیرعلی عبدالقیس این یک فلسفه بزرگ داشت، یک زیرمعنای بزرگ داشت. Этот человек безумно был образован, умен, и с ним общение мне доставляло огромное удовольствие. Теперь я за вас спокоен. پشت سر من رود پنجار است. رودی که از ابتدا تا انتها پستی و بلندی و خمی و پیچش های زیادی را عبور میکنند. خیلی دهشتناک و پرتوغیان. اما از اینجا خیلی ساکت و آرام میگذرد. چرا که به این سرزمین، به این خاک و دیار، به این باد و هوا احترام خاص قائل است. چرا که این دیار، این سرزمین انسان پرور است. این دیار و این سرزمین برای ملت فرزندان زیاد اهدا نموده است. درود بیننده عزیز، ما قرار داریم در دهه دیر زودی ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان و قهرمان نوبتی ما هستند یک نفر ابرمرد تئاتر و سینما و حتی فراتر از آن نفری که محدود تئاتر و سینما نیست. همگان او را همچون شیر صحنه تاجیک میشناسند. درست پی بردید. این نفر هستند شیرعلی عبدالقیسوف. انسان با تمام معنا کامل و مکمل. با ما باشید تا از حیات و فعالیت و روزگار این شخصیت نجیب و پراسرار با هم آگاه گردیم. میانه های ماه اپریل سال 1951 در خانواده عبدالقیس، یکی از روشنفکران و صاحب نظران این دیار که پیشه آموزگاری داشت و من حیث مدیر معارف ناحیه آن زمان فعالیت می برد، فرزندی چهارم تولد شد. بچه شیر بچه. خیلی رمزی با نیت و آرمان‌های نیک او را شیرعلی نام نهادند. فضای افسانوی دهه دیر زود که هنوز در شاهنامه حکیم فردوسی ذکر و ستایش یافته است، این بچه نوزاد را نیز چون دیگر فرزندان فرزانه دیار آب و تاب داد و پرورید که به نام و صفات و سکات شیرمردی اصیلی را می‌ماند و از کودکی بچه شوخ و بیقرار و دارای صفتهای کاملا فرق کننده بود. یک طرف فضای فرهنگی و هنری، از دیگر طرف
تنومندان و قوی پیکران دیرزودی به این بچه روحیه هم هنروری و زیبایی پرستی و هم ناترسی و دلیری، آیینی مردانگی و پهلوانی را آموختند. از سال 1958 ما یک جایه به صنف یک داخل شدیم، هم صنف بودیم، رفیق جانی هم بودیم. از صنف 5 سر کردن ما در یک پارتر شدگی بودیم و از حساب شوخی های ها ما بچه ها دائم خنده می کردیم در درس ها. بیرون از درس باشد ما دائم فوتبال بازی می کردیم. ما یک کول داشته بودیم به نام شینکول نام داشت، همه جا دائم بازی می کردیم. از دور اگر شیرالی نگاه میکردی و جسمم بسیار شور بود، بقوت بود، بقوت. همینجا میکردم بعد گوشتنگیری میشد. 2 سال پدریت شیرالی 5-6 نفر میزد، غالب میبر آمد. بعد در صنف هم از همه علاخان بود است، علاخان بود است، بچه چاخان. خان و اون سالا میدونید که در مکتب و در نزد مکتب و کروژوک های خود فعالیتی بدیهی عمل میکردند و شیرالی یکی از اعضای فعال نمی کروژوک بود. هم برندگی میکرد، هم شعر میخوند، هم در کار میشد، رقص هم میکرد. شاید من همین محیط تاثیر کرد یا چی که شیرالی به صنعت بیشتر توجه کرد. یک روز معلم ما در کلوب تیاری دیدیم که شیرالی در آمد. معلم ما گفت که شیرالی جون تو سرود خونده میخوای؟ من گفت میخوام. میفهمی؟ گفت آه میفهمم. کدام شعر میخونی؟ گفت من گمان نبرید که من خود داشتم. انا میبینی جاروب در دستم بود. یک خندن پیدا شد. چون پدر زیایی بود، راه شیرالی برای علم‌اندوزی نیز به آسانی فراهم شد. سرود میخواند، رباب مینواخت، گوشتی میگرفت و روزگاری معمولی یک بچه کوهستان را پشت سر میکرد. پدر بزرگوارش قیس بسیدیجوف سالهای سال در سیستم معارف ناحیه کار کرد. انا از معلم عادی سر کرده دیرکتور مکتب و نهایت مدیر شعبه معارف ناحیه روشن کار کرده است و همین تاثیر پدر بود که شیرالی در یک محیط بوایی رسید که با فرهنگ، با علم، با کتاب سر و کار داشت و خودش وقتی که با شیرالی هم صحبت می‌شدیم نقل میکرد که در کتابخانه دهه ما کتاب نمانده بود که من نخوانده باشم. پس از ختم مکتب میانه قرار برآورد هنرمند تئاتر و سینما می‌گردد. چون با شرافت سفرهای گوناگونی هنری و گسترال‌های تئاترهای عمل کننده دور که زود به ناحیه روشان سر می‌زدند، این بچه الکی به پیشه آنها دل بسته بود. سال 1968 راهی دوشنبه را پیش گرفت و عازمی دانشکده آموزگاری آن وقته گشت، ولی نه به حیث آموزگار بلکه چون هنرمندی تئاتر. آن زمان بخش اکتیاری و فکولته صنعت در همین بارگاه فعال بود. این گروه در آینده یکی از نسل‌های کلیدی دور گشتند برای صنعتی تئاتری کشور که امروز جایگاهی هر کدام را سهل و ساده نگریستن نشاید. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام. استاد همین شبه یکچاری در کجاست؟ شما اکتر شدنی هستید؟ بله استاد. آفرین خانزاده. اینا همشون اکتوریست توری دارگی هم. در آینده شاید کنکور شوید. شنو صحبتی شما؟ تشکر استاد. سلامات باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. شیرالی، فاروق، بهادور. سعادت، صباح، مریم. قبول شدم. خیلی رشو. شیرالی عبدالقادر. شیرالی خدا خواهد شهر سعلا بشوی. موفقیت از مبارک. بعد ما داخل شدیم
25 نفر از همه ناحیه های تاجیکستان و استاد ما شادروان محرم فیض بودند، دکانی فاکولتت و از بسیار استادان صنعت سبق آموختیم. از کورس ما بسیار هنرپیشه ها شناخته شدند در دوام کار خود، استعداد خود. در بنیان ها فرخ قاسموف، بهادر میرعلی بیک، صباحت قاسموف و لطفت برزی و شیرعلی عبدالقیس و پرپیشو قیمت شویف، بیگ محمد اسام‌الدینوف و خیلی دیگرها بودند که معروف شدند در آینده از هنری خود. از استادان بهترین ایام خود همسان محمد جان قاسیموف، حاجی قل رحمت اللهیف، تمر عبدالشکور و هاشم گدایف، تورخان احمد خانوف، اسکر عبدالرحمانوف، قیمت شاه همت شایف و دیگران سبق هنری گرفته برای ادامه راه دعایی این نفران را با خود توشه نمودند. اودیتوریای 17 برای شعبه اکتوری بود و ما در اونجا مشق میکردیم. دویم نغز میدید یک بار سورپریز کردن رو. برآمد است نزد تریزا و من اشاره میکند که بلیت گرفتم میرویم. اونجا معلم و استادان نشستند، امتحان است. همه بجای اون که موضوع نمایش موی تماشا کنن ایچودی موی اسکر عبدالرحمانوف از جوش خیست است، میترسد که شیرعلی مبادا نفتد از تریزا، از کفای تریزا. خیلی برای این چی رفته است. یک علاج کرده ایچود به آخر رسید و بعد شیرعلی رفت. برای اجرا کردن ایچود 5 گرفتیم، برای اون که احتیاط نکردیم خطر شدنش ممکن بود. شیرعلی 2 گفتن میمونیم. شیرعلی همین وقت کار دیپلمی داشتیم و بعد مهمون جه زده بودیم. هممون شناسامون آمده بودن، پدر و مادر آمده بودن. بسیار خیلی تالار پوری آدم بود. همین وقت از شیرعلی مثلا انتظار شدن ممکن بود که حاضر یگان چیزی نو میتواند نگفته اجرا کند در صحنه. بعد وی گفت که من زال میروم، شما از قفای من. ما یک دیگر با گفتیم، خیلی قطار ایستاده بودیم، گفتیم من وی به وی این به همه خیلی دویده رفتیم. زال تپر تپر کرده، بعد گشته اومدیم. ما نفهمیدیم برای چی رفتیم. میرویم گفته شیرعلی. بعد این گفتیم برای چی رفتیم؟ گفت من یک تماشابین آورده بودم و یک خواب برد، برای همین خواستم رویم و بدور شود و من شرمنده نکند مهمونی من. بعد چند سال در کابینت روغنبراری یک خوابگاه کلان بود، در همونجا زندگی میکردیم. تماشاهای تئاتر میرفتیم، کینو میرفتیم، دیگر چیزایی که میرفتیم یک جایه بودیم. سال 1973 این گروه با کار دیپلمی خود ماجرا در کیاز گلدانی که از طرف وزارت مدنیت داوری میشد قلبی حکمان را تسخیر نموده راه خط به سوی تئاتر آرزوهایشان یعنی تئاتر لاهوتی را به دست آوردند. ولی در این درگاه برای یک نفر نوآموز و نوجوی راه و جای و مکان یافتن کاری سهل و ساده نبود. وقتی که نگاه کردن، تماشا کردن، بعد انتخاب کردن از بین کورس، از بین 22 نفر 8 کسا روخت دادن تئاتر لاهوتی. 8 کس من، شیرعلی عبدالقیسوف، فرخ قاسموف، سعادت عزیزова، صباحت قاسمова، انور قیاسوف، میرم ترسونова. 8 کس روخت گرفتیم. وقتی که اومدیم روزای اول باور کنید که ما با باوری نداشتند. گفتن یک کفترچه اومدن دست نیو چی میبیاد. دیدم که
ягон роҳ нест. بعد از اون رحمتی فاروق، رحمتی شیر، رحمتی انور اینو صفی ارتشی سویتی و اینو دعوت کردن. منم رفتم بعد. تقدیر شیرعلی را به سیبیری سردی قهرتون برد، ولی چون پرورده کوهستان بدخشان بود و به سردی آشنا، به سادگی مطابق گشت و تاب آورد. اما در خدمت حربی او برای اولین بار دوری از همسینف و همسایه دختری کیها تگی چشم کردهش را که ایام دانشجویی را نیز همراه سپری نموده بودند احساس نمود. صنف 10 بودیم، همه شوخی بسیار میکردن و پیش من می آمدن. من میگفتم نبیا که من گپ سخت میشنوی. نه حالی مکتب تمام شده. ما وقت چرنیل داشتیم. چرنیل دان بود که سیاه دان میگفتیم. پلاشی سفید شتاب آورده بودم برای خودشان. همه پشت آمده بودم مکتب. نبیایی گفتم هم میگم نبیا. هم دستشون رسوندن نرسوندن چرنیل گرفتم شکیدم. هم روی تو لباسشون پلاش سفید پرچ رنگ شد. بعد برآمده رفتم. قریب 3-4 روز مکتب نآمدن. پیش از ظهر که کینو برفتگی بودم. نگاه کرده گفتن که وای انتظار میشه. گفتن من شوخی فهمیدم میشه. بعد از ظهر خط نوشتن فقط با واسطه مکتوب. 1 سال با واسطه مکتوب زور محبت کردگی یکم. هم صنفان بخواندم. بعد خدمت آمدن. پدرشون فرستاد مادرشون قطعی خیر خواستگاری کردن، رازگی دادن پدرم، بعد توی کردیم. دیگه زندگی یک جای سر کردیم. خدایا آچه جان سلام آچه جان قدو خامت اگر آچه جان با چشمونم باور نمیکنم بچه آتا جان تو قامت ازت برگشتی خدا را شکر خدا را شکر صحت سلامت چرا ما اینجا ایستادیم به خانه درآییم کمپیر تو یک چایمون چای به خانه درآییم صاحب جان برگشتی. شیرعلی از خدمت وطن با سری بلند برگشت و اکنون شهرمردی تیار را لازم آمد تا خانه‌دار شود و همین طور هم شد. از این ازدواج بعدها شاه پسری با نام علی شیر و 2 گل دختری نازنین با نامهای فرنگیس و فرزانه زاده شدند. اکنون او با عزم جدی‌تر و مسئولیتی گرانتر از زادگاه بیرون شد و برای همیشه زورق زندگی را روی صحنه تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی لنگر کرد. وقتی که به اینجا آمدیم اون وقتا مثلا خانه حالی نبود، در نوبت می ایستادیم تا 10 سال 7 سال 9 سال 13 سال در نوبت می ایستادیم، لیکن باوری داشت که خانه می گیرید. در این شب و روزها کسی که دست شیرعلی را گرفت و امکان داد تا از استعداد کشف ناشده خود درک دهد خوشنظر میبلیف بود و قدمی نخستین و استوار او باعث گشت تا دریچه بروی این جوان در راه دشوار هنر به سوی آینده و هم زندگی بازگردد. استاد هاشم گدایف از من خواهش کردند که یک چند حکایه انتون پاولویچ چیخوف ترجمه کنم و بعد همونه اینسینیروفکا کردیم و روی صحنه آوردیم. شعر و قیام دین بازی میکردند. همون وقتی که بالای این کار میکردیم یک نقشی بود که دندانکنی نام دارد، خیرورگیا از چیخوف. یعنی پاپ نزدی دکتری دندان میبیاید که دندانی وی کند، دکتر به شهر رفته است، لیکن همونی که وقتی کندن پایهای میقپد
انا همون خودش دکتر حساب میکند و همین نقش شعر بازی میکرد که چخیل دندان کندن در کار و اونقدر به این رول داده شد که وقتی که بالای همون چی رپتیسیا میکردیم دندانهای خودی شعر در گرفت و اکای هاشم گویا که این چیزا حس نمیکرد و همه رفیقا همه اکتورایی که همراه بودیم لیکن من حس میکردم که چخیل به شعر دشوار است آزیر و وای تا کدام درجه مردانگی همین مشق همین تنریم همین رپتیسیا گذرانده ایستاده است و در آخر خودم مجبوری گرفته شعر به دکتر بردم یک دندانی درمندی و گرفتم و بعد دیگراش و شعر تا آخر عمر همین چی با من خودم همین کار نکردم. روی صحنه تئاتر شیرعلی عبدالقیصف قریب نیم عصر عمری با برکتی خود را صرف نمود که ثمره آن نمایشنامه‌های زیادی دیدنی و محبوبیت خلق می باشد. موفق‌ترین نمایشنامه‌هایی که به هنر او روی صحنه آمدند این با امضای لنین، جراحی، دان ژوان، اتیلا، کجا روانه‌ایم، شاه ادیپ، رامیو و جولیتا، زردوشت، داد از دستی عقل، کبک قفس، ننگ بردار خوجند، اسکندر و سپیتمن، آریایی، رودکی، بای و خدمتگار، ایزاب، کوروش و تامیریس، افسانه های موسفید، زندگی نامه، دزدی با انصاف، پیکری ملت و ده های دیگر چنین نمایشنامه ها می باشند. یکی از هنرمندانی سرسپرده تئاتر تاجیک بود. هنرمند بسیار جدی، هنرمند خیراتپیشه، هنرمندی که در دلخواه نقش همیشه باطنش پر بود. شیرعلی عبدالقیصف مرد مطالعه بود، بسیار مطالعه میکرد، دانشی بلند داشت و نه تنها در علم تئاتر بلکه در تاریخ، در آموزش تاریخ، حتی در آموزش علم‌های ریاضی بسیار بلد بود و وقتی که به او یگان نقش را پیشنهاد میکردند و بسیار تیاری جدی میدید، نهایت جدی، خصوصاً با عالم باطن قهرمان بسیار فرو میرفت. در یگان نقش شیرعلی عبدالقیصف با یک صورت یا با یک سیما برآمد نکرده است. همیشه سر و لباس قهرمانش را بسیار دقیق میکرد، گریم قهرمانش را میجوست و هر دفعه موافق خاراکتری همین قهرمانش گریم میکرد. یگونه هنرمندی بود که شب و روز در صحنه بود. مثلا هست که مسلمان بعضا اینجا میرفتیم اونجا میرفتیم، توی میرفتیم برای زندگی، هر کسی یک از پس زندگی میشد، اکا شیرعلی در صحنه مشق میکرد و برای همین هم بهترین نقش ها آفریده های اکا شیرعلی تا حاضر در یادهای همه مونده است. با من بسیار خوشبختانه میسر گشته است همون سالو که همراه اکا شیرعلی در یک نقش همباز بودیم در سپکتاکل داد از دست عقل گریبایدوف در نقش مالچالین. اصلا همین تئاتر یک خصلت دارد، اگر دوبلور شوید اکتور کم بخیلی ناتوان بینی ها پیدا می شود، دو کس اصل و سوز نمیگیرن. یگانه اکا شیرعلی ما یاد دارم، ما خیلی جوان بودیم، همین اکا شیرعلی باور کنید مرا گرفته میبرد و همین رنگی فرزند پدرش راه را نشان میداد که من خیلی نقص بازی کن، از من نقص بازی کن، از من بهتر بازی کن لطف الله. همین مقصد که
من خودم نشون دادم، تو خودت نشون ده. این خصلت هیچ کس نداره. افسانه های موی سفید در تهیه عطا محمد جانов دوستی همون قهرمان اساسی بازی میکردن که زبانش لال بود، گنگ بود. باور کنید چون که ما این اسپکتاکل خاطر چندین ناحیه ها و شهرهای جمهوری رفتیم سفر هنری، در یاد تمامی تماشابین نقش اکا شیرالی میموند. یک میخواست گپ زند با چشم، با اشاره ها، با نگاه، با قدم زنی ها. زبان خیلی گفتن خیلی آسان‌تر است. این زبان ندارد، نمیشنود و موی سفید برای آن به شکایت آمده است که گویا که خوابش با آب گفته است. یعنی که فقط اون که این دوستی بیغرضش است و موی سفید هم در همون اول میگوید میدانی چرا من به نزد تو میآیم؟ با گمانم تو در دنیا یگانه آدمی هستی که به گپ من تا آخر گوش میکنی، سوالهای ناجایه نمیدهی، لیکن تا آخر این معلوم نمیشد و در آخر وقتی ما بسیار زیاده از 500 بار این نمایش بازی کردیم. این سالهای طولانی روی صحنه بود. تو آن گشتنی آخرینی هر دیمان را در یاد داری اسد. تو آن روز معجزه نشان میدادی. پهلوان‌های نامی زیری دستت به یک دو دور داشت نمیدادند. دیگر کسی غیرتی نزدت برآمده نشستن نداشت. نهایت رئیس یادش بخیر ایناسی بهترین را به میان گذاشت. گو چطور به میدان برآمدند و گشتینمان را یاد ندارم. فقط وقتی به خود آمدم که تو را مردنی وار به زمین پخش میکردم. آن وقت فقط یک آرزو داشتم، کسی حرام نگوید. میدانستم اسد، میدانستم که تو از من پرقوتتر و چالاکتری. تو آخر نسبت به من جوانتر و به عائله و روزگار بودی. ولی آن مادگاوی زار مانده به من نهایت ضرور بود. من آن گاوی زار مانده را از اولی گوشتین زیر چشم کرده بودم و اگر به جای تو رستمی زال یا دلی سفید می برآمدم به گوشتین می در آمدم. تیمور ملیک هم من بازی میکردم و اون خانی مغول چغتای اکای شیرالی بازی میکرد. زد و خورد میانی این دو نفر میرفت برای اون که خوجنده بگیره، این که خوجنده نتیه. یعنی ما هیچگاه روبرو نمیزدیم. یعنی همه وقت صحنه تیمور ملیک میرفت، بعد صحنه چغتای خان میرفت. اما همه وقت یعنی انرژتیکای اوج و پایان آمدن و بالا رفتن های نمایش و قبول تماشابین یک جایه در یک محیط در یک کار دست جمعی احساس میکردیم و خیلی خوب بود. هرچه تیمور ملیک قوی باشه در مقابلش باید دشمن خیلی قوی باید باشه و این قویت و بیرحمی و خاپیان چغتای بودن ها را اکای شیرالی خیلی خوب عکس میکرد. من دوست داشته همین چغتای خان بودم. بهادر میرعلیبیکوف این اثر را روی صحنه گذاشته بود و همین خیلی بود نقش من که همین خیلی وی رو، همین خیلی ظالم رو، همین خیلی خونخور رو میتوانست با یک نگاهش همین دختر وی رو آرام کند، وی رو به دیگر راه برد، وی رو گفته تواند که حاضر وقتی کشتنی این شخص نیست و شیرالی همه وقت در ابرز بود. خب من برای شیرالی عبدالخیسوف در عرفه 70 سالگیش یک شعر نوشته بودم و آن را در روزنامه ادبیات و صنعت هم چاپ کردیم. مردی ننگ و ناموسی، شعر صحنه تاجیک، همچو زنده قاموسی، شعر صحنه تاجیک، زاده بدخشانی، لعلی کوهی روشانی،
گنج تاجیکستانی شعر صحنه تاجیک. شعر صحنه تاجیک میگفتند با معنای توماش. ابرازی که اون کس میآفریدند همچون یک شعر ژیان به صحنه وارد میشدند و قد و بست و کاستومی که اون کس پوشیده بودند وابسته به همون ابرازشون میبرآمدند. یک صلابتی بود که صحنه را به جنبش می آورد و به واسطه شما در صحنه شعری حقیقی میدیدید و این شعر ابوالقیسوف، شعر ابوالقیسوف این شعر صنعتی تاجیک است. شعری که صحنه را بجنباند، شعری که نعره میکشد و نعره او نعره انسانی است، نعره هنرمندی است، نعره که به معنای توماش همین درد دلی همون قهرمانه به معنای توماش داده میتواند. مونوسپектاکل شعر روبا و انگور از روی مسائل اضاف اینا در پیروی استادش محمود جمویدوف کرده بود. تئاتر یک اکتور میگن فهمیدیم. بعد رفتیم تئاتر اون وقت تئاتری به نام پوشکین بود، به نام خواجه کمال. رفتیم اونجا اشتراک کردیم. شیرالی در صحنه برآمد کرد. 1.5 ساعت مسائل اضاف گفت، مسائل اضاف. ما یادم هست که همین عرق کردگی بود، عرق. 1.5 ساعت به تلفظ گپ زدن اینم آسان نیست. یک عجایب بود. من افسوس میخورم که همون ثبتو نیستند. وقتی که همروی شعر در مشق‌ها میشستیم من میدیدم و با بچه‌ها میگفتم چی دانش قویه که وی در این سالها جمع کرده بود. نهایت دانش قوی داشت، نهایت. وی گویا که از متنی که قریب یگان چی ندارد از وی یک معنی کشیده برآورده و به بچه‌ها فهمانده میتوانست که همین کار همین خیل کردن در کار. و آن نمایش در حقیقت برآورد روی صحنه، نمایش خوشرویی هم برآورد. نوابسته از آن که متنی چندان قوی نداشت این نمایش، لیکن آن خیلی که شعر وی ساخت خیلی خوب بود و مردم خیلی خوب هم قبول میکردن. و همچون کارگردان و این بالای این چیز کار کرد. عذر گیریم این خیلی هنرمند خیلی کم است، چون که او آزوده هم مضحکه، هم فاجعه، هم دراما، دیگر ژانرهای تئاتری که است به واسطه با آسانی آزودهش می برآمد. این خیلی هنرمندها بودند، زیاد بودند، لیکن مثل شیرالی که در صحنه کوه هم میلرزاند ما حال ندیدم میگم کس. چون کارگردان من با وی نمیگفتم این خیل کن، این خیل کن، این خیل کن، چون بسیار کارگردان هستند که ایسو برا این خیل بگو لفظ این خیل کن، این خیل من وظیفه میسپردم. او وظیفه گوش میکرد و پایره های خودش میافت و با هم پایره های خودش میرفت. از روی اثر تیمور ذوالفقارov کپک قفس گفتم یک نقش دارم برای تو، من میدونم که از او دشت میبرایم. و خوند و خیلی گپ میزده این نقش عجایب کو که قین مشکل. گفتم مشکل نمیبود تو با نمیدادم. اجرا کرد و ایسه تیمور ذوالفقارov خودشون دیدن، خودشون با وجه آمدن. فستیوال بین جمهوروی در قرقیزستان شده بود. ما رو دعوت کردن اونجا. ما رفتیم، نشان دادیم، اثر نشان دادیم. اثر خیلی معقول شد. عموما اونا باید مثلا دیگرها به جای نتیند، عموما همچون میهمان قبول کنند. لیکن اثر چنان معقول شد و آفرینش رول و تیمور لنگ در اجرای عبدالقیسوف چنان پسند اهل حکمات شد که در آخر اعلان کردن بهترین رول مردانه برای عبدالقیسوف شیرالی دادن. این اثر را ما اسیت بردیم، در روسیه بردیم. اونجا هم در فستیوال اشتراک کردیم، همچون میهمان اشتراک کردیم و اونا همه میگفتن که اگر میهمان نمی بودید و مثلا خود وای میشدید ما شما با جای اول میدادیم، جایزه میدادیم.
من مردن میخواهم. من از پشتای خمیده و گند، از پشتای مته خسته شدم. من میخوام مثلا یک چشمی شوخ باز و ناترس را ببینم. آخر در هر کشور باید اقلا یک جوان مرد باشد که به جهانگیر راست گوید. در عکس حال زندگی دلگیر کننده است، حکمرانی دلگیر کننده است مولانا. یا خزانه از او خزانه از او خزانه است، در عمر جوانی میگذرد تیز. میدان دویوم و فراختری که حوزه محبوبیت و حدود شناخت شیرعلی را از سقف تالار و صحنه‌های تئاتر و قلب‌های تئاتر دوستداران برون و فراتر به سرتاسر کشور برده حتی مرزها را عبور کرد، این سینماست. واقعا هم شیرعلی در سینما جلای نو و تازه یافت. صبح نخستین جوانی، مردی راه، ایام علفهای زرد، شیلدراس برفی آب شده، مردی راه، تهمت، مسافر، دفنی گرگان، پدری ماهتابی، پای، امام البخاری، امیر تیمور، بیلتپیچ، سکوت، سینان، کین، فصل رویا، شکرانه، تصفیه، انتقام، مقیمی، متقرنی، افسانه های موسفید و خیال پرستان مضافاتی از زمره فیلم های می باشند که هنر شیرعلی خیلی خوب و با مورد استفاده شده است. Шляпа! Это моя шляпа! Нет! Нет! Врежь! Этому козлу в морду! Вы же говорили, что человек это... Добро должно быть с кулаками! Жаль, что я поздно понял это! Шарли Абдулкайсовым мы познакомились во время съемок фильма «Провинциальные мечтатели» по киносценарию Тимура Зульфикарова. До этого я слышал об этом прекрасном, замечательном, великом актере, которому при жизни нужно поставить памятник. Я позвал его на роль, которую я специально писал под него. То есть в сценарии его персонажа деда не было изначально. Но когда мы пообщались, познакомились с Шерали, я понял, что я сделаю специально для него роль, причем одну из главных. И я хочу сказать то, что Шерали, он был очень ответственным, дисциплинированным. В первый съемочный день, когда я назначил смену в 6 утра, он пришел без 15:06. То есть, когда я был на киностудии, он уже сидел и нас ждал. И его ответственность, подготовка к роли, как он фантастически за короткие сроки мог выучить любой сложности текст. Всегда был готов. Я скажу то, что эта энергия его внутренний гений, он ощущался на площадке. И я, честно признаюсь, после того, когда завершил монтаж фильма, уже хотел пригласить его на большую роль. И даже написать сценарий отдельно для этого актера. Этот человек безумно был образован, умен и
с ним общение мне доставляло огромное удовольствие. من وقتی که فهرستی نقش‌های اجرا کرده شیرالی رو از نظر گذراندم متاسفانه خیلی نقش‌های کم اندر کم بازی کرده است و اولین نقشی که شیرالی در کینوی تاجیک بازیده است این نقش قراشیر از فیلم بسیار سیرگی تلویزیونی صبح نخستین جهانی باشد که اون رو از روی رمان پاول لوکنیسکی نساب به نور برداشته بود. به همین روز زندگانیش هم میگذارن حتی چند بار به مرگ هم دچار شده بود و همین نقش شیرالی بسیار خوشروی خیلی طبیعی بازی کرد. شیرالی من با همین نقش به کینوی تاجیک وارد شد و الکی مورد توجه رژیسورهای کینو گردید. بعد فیلمی که من بالا به ذکر کردم فیلمی بدیعی شیلدروسی برفی آب شده رو به نور میگیرد و این فیلم اساساً شیرالی رو همین فیلم مشهور کرد اگرچه در این فیلم و نقشی گونگ نورالی گونگ رو بازی کرده باشد هم بسیار نقش جالب بود بسیار نقش عجیب بود حتی منقدان در اطراف من همین نقش نورالی فکر و اندیشه‌های بسیار زیبا بیان کردن و بهای بلند دادن شیرالی نقل میکرد. بعد چند وقت رژیسور فولاد احمدов من دعوت کرد سناریو با من پیشنهاد کرد اونجا هم گونگ قهرمانی اساسی یکی از قهرمان‌های فیلم نامش نوربوی گونگ میگه همین بازی میکنی در فیلمی بدیعی مسافر. بعد میگه همه راضی شدم گفتم مایلش من تجربه دارم لیکن با وجود همین میگه رژیسور فولاد احمدов انا سودورولوگ میگن سودورولوگ یعنی که گونگ شناس متخصص ساحه گونگ کارها دعوت کردن از مکتب که با من کار کند با من میگه کار کند هم میگه ما در کیناسوی شتگی در یک کابینت علاوه یک چند نفر شتگی هم متخصصی اوید با گونگ کارها اومد و طرف من نگاه کرد ما همین قیافه ما میگه طرز کردم که وای خودش گونگ کتاب تیار است قضیه کار کردم در کار نیست یک دوسیه اشاره میگه قطعی من کردم ما همین رنگ گونگو اشاره کردم وای میگه خندیده گفت که ما من بیکاره دعوت کردیم میگن گونگ کتاب تیار است. بعد من بعد با کینو دعوت کردم من رژیسوری شناخته ما انور توراєв وقتی که سال 1992 از روی پوستی سیب خوبانی مهمان بختی فیلمی بدیعی تویمت رو به نور میگیرد نقش اساسی یکی از نقش‌های اساسی که صاحب نام داشت قهرمان اساسی فیلم شیرالی عبدالقیس اجرا میکند. اونجا الکی شیرالی از این ابراز میبروید از ابراز گونگ از ابراز قراشیر میبروید و یک شخص جدی میشه یک شخص جدیه که پیش از جنگ در کالخوز کار کرده است الکی با جنگ رفت از جنگ اومد با اردن مدال ها الکی ما میبینیم شیرالی از اون قیافه به این قیافه در آمده است تماما نقش ها فرق دارن از یکدیگر. این نقش مقایسه میکنیم قطعی نقش علی نظر از فیلم بدیعی ایام علف‌های زرد یا که نقش اکبر بیویک نقش اکبر بیویک در فیلم بدیعی پدر مهتابی بختیار خدا نظر اونجا بینید الکی در چشماش عینک ماندگی автомат در دست تماما شیرالی دیگر خرگوش بسیار یعنی خیلی اکتورایی که از یک نقش به نقش دیگر می‌درآیند این خیلی در ما کم بود در تاجیکستان کم بود و حالی هم کم هست. از هنر و سیمای او سینماگران روسیه، ایران، ازبکستان و دیگر حوزه‌های سینمایی منطقه نیز وسیع استفاده بردند. ایران کردن با کسی که بعد از جکم تشنگی با چشمه خشکیده میرسانیش یه عقلیست. من فقط میخواستم جون اون دختر بیچاره رو نجات بدم همین. داری واسه جان خودت حیفم میآید که کشته بشوی. همیشه حسرت جوانیم را میخوردم که از پگاه تا بیگاه به بیگاری گذشت. شیرالی در زندگی بعدی پرمحصول و سیرتلاش و پرکار بود که وقتی کوچکش را نمیخواست بر هدر رود. همین غیرت و متانت بود که ما امروز یک پهلوی پرمحصول و بابرار زندگی شیرالی عبدالقیسف را در کار تعلیم و تربیه شاگردان دریافتیم. او واقعا هم با سبک ویژه و خاص پداگوژی در تعلیم و تربیه نسل‌های زیادی
تئاتری نوین تاجیک سهم بارز دارد. ما همراه شیرالی ابوالقیسов در دانشکده صنعت همکاری میکردیم. و همچون استادی کافدره به کار در اومد. همچون علاقه یک اکتیوری خیلی هم شهرتمندی مملکت و من احساس کردم که همین راهبری کافدری مهارت اکتیوری رو با شیرالی ابوالقیسов سپاریم. مقصدی من همین بود که تا اون وقت در همین گروه های اکتیوری درس مهارت اکتیوری عموما تعلیمی اکتیوران آینده یک رویه وای پیدا شده بود، یک رویه یک رنگ، رویه همین دو فریادهای بیهوده، چرخزنی های بیهوده، همین از همه نقش ها ابرازی صوفیانه ساختن و همین مقصد رو ما پیش شیرالی ابوالقیسов گذاشتیم و او همین چیز رو گویا که به گردن گرفت و در اندک مدت سالهای 2009 10 و 11 در اندک مدت او توانست یک تحولاتی در همین جریان تعلیم مهارت اکتیوری وارد کند. وقت من دکان بودم، این کس مدیر کافدره بود، حجت گزاریش نگاه میکنم بهترین، من نیمی اون کس حجت گزاری کرده نمیتونم. همین خیلی تازه کار کردگی، همین خیلی حلال کار کرده، همین خیلی پاکیزه کار کردگی. احسن میگم به خدا. در میان صحنه گذاشت از چهار طرف و بسیار مستحکم کردن و مثل فرش خانه و بچه ها بالای همون صحنه هاشون بازی کردن و در آخری یعنی انجامی اون امتحان اولشون ایزهای پاشون در بالای همون متای سفید ماند و این خیلی زیبا بود. یعنی اولین قدم هاشون یعنی هم صحنه را اشاره کرد که سفید و پاکیزه است اما غبار داره، بی غبار نمیشه. این خیلی زیبا بود، مثل پرچم. اگر همون عباره گفته شاعر که جبر استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است، اگر همین عباره برای استادان یعنی برای اونایی که تعلیم می‌آموزند برای اونا اگر گفتگی باشد، من گمان میکنم اولین درجه برای استادی من گفتگی است این عباره. برای که وقتی که انسان از مقدس‌ترین چیزی خودش که عائله است، مثلا فرزندها هستند، زندگی است، زوجه است و نمیدونم نبیره‌ها هستند، دیگر چیزها هستند، وقتی از همه اونا یعنی که خودت میکنی و آورده برای دانشجو یعنی که برای شاگردو که 24 ساعت به یگم نمیدونم خستگی و به یگم دودلگی کار میکند، این من گمان میکنم مهنت و ثمره زحمت‌های شیرالی ابوالقیسов است و این همه این برای استادی من شیرالی ابوالقیسov گفته شده است. من البته که من صادقم که نباشم یکی از شاگردانی هستم که احترام و حرمت استاد تا به امروز و تا به ابد تا اون روزی که هستم البته که در وجود من میمونه و همیشه در یادش هستم و البته که من در همه جا با افتخار میگم که هر چیزی که من آموختم از استادم آموختم و هر چیزی که من امروز گرفتم و وقتی که در چهارم کرسی من استاد من گفتم که استاد من می کسب دعای پدر من نگرفتم، شاید که من بس کنم برم من نمیکنم می کسب کار و یک چیزی به نهایت خوبه برام گفتن که شجاعت در این کسب، در این ساحه، در این پیشه دعای پدر مهم نیست، دعای استاد است که اگر تو برکت این دعا را گرفتی حتما در این کسب موفق میشه و من گمان میکنم امروز از خوشبخت‌ترین شاگردای شادروان ابوالقیسov هستم که از برکت دعاشون تا به همین روز رسیدم. همچنین از تجربه بای و راه طولانی پیموده خود برای تعلیم گیرندگان و دوستداران صنعت تئاتر حتی برنامه‌های تعلیمی مهارت اکتیاری و مجموعی کتاب‌ها زیر عنوان‌های کمالات هنری اکتیاری و ستیغ هنر در 2 جلد را به تب رسانیده است. با مطالعه این کتاب‌ها کس از مهارت والای سخنوری و طبع بلند نویسندگی او واقف می‌گردد. اهمیت این کتاب‌ها در تشکل شخصیت هنرمند و نفر نوجوی و نوکار که عزم راه هنر و پیشه اکتیاری را دارد بسا
ناگفتنی است. شیرالی ابوالقیس با خودی خودش یک کامپلکسی هنری بود، یک مجموعه هنری بود، مجموعه ایجادی بود و طبیعت و ذات و سریشت ایجاد بود با خودی خود. جنبه شخصیتی دیگری که هنر نویسندگی و سبک ایجادی که ابوالقیس داشت خیلی از دیگران متفاوت است. مقاله هایی که ابوالقیس نوشته است، کتاب هایی که ابوالقیس نوشته است، اون را من خودم شاهیدم و در بعضش محررم بودم. مثلا همون کمالات کسبش این یک نوع نوشته برنامه‌ای است برای به صفت یک برنامه تعلیمی برای اختصاصی مهارت اکتیاری. این در اونجا اینقدر اصطلاحایی که این استفاده برده است، بعضی اصطلاح را خودش ساخته است. مثلا همین کلمه مشهوری که استفاده میکرد، چهره با آفرین، تعبیری با آفرین، این در شاهنامه ببینید. یعنی با اون که شاهنامه صرفا نرفته باشی این کلمه رو چگونه میتوانی در گردش لکسیکای زبانیات استفاده بری. کتاب دو جلده سیتیق هنر نامگذاریش ببینید. سیتیق، کلمه سیتیق کلمه های ناب تاجیکیه که مثلا در لکسیکون و گردش زبانی ما نیستن، زنده میکند به مردم میرساند. یعنی سبک ویژه‌ای هنری نویسندگی و ایجادی داشت. برای ابوالقیس هنری اکتیاری و صحنه آرایی و بازیگری این نه تنها کسب و حرفه بود، بلکه این حیات و وجودش بود. این ابوالقیس سبک ناصر خسرو دارد، سبک کلاسیکی دارد. مثلا کلمه‌ای که در صحبتش هم، در مثلا گزارش‌ها و صحبت‌ها و مصاحبه‌هاش و در نوشته‌هاش در همه استفاده می‌شد. تعبیرها خیلی زیبا استفاده می‌شد. ربع مسکون استفاده می‌برد که مثلا در فلسفه ناصر خسرو است. هر یک سخن شیرالی ابوالقیس این یک فلسفه بزرگ داشت، یک زیرمعنای بزرگ داشت، یک اندیشه ها بود، یک نگاه ها بود. فهمیدید؟ از همون نگاه ها البته معنای همه گفته‌های شیرالی رو البته از نگاه‌هایش رو می‌فهمیدید. فهمیدید؟ بسیار با اندیشه، با تمکین بودن اون کس. فهمیدید؟ یک برد کلان مردم صنعت در همین است که وقتی که مثلا با اون گفته‌های خود فرو می‌روید و از اونجا گوهرش رو گرفته می‌براید، جوهر انمی سخن رو گرفته می‌براید. انا این خصلت رو شیرالی ابوالقیس داشت. چی در نقش‌هایش باشد، چی در حیات عادی مقرری باشد، شیرالی ابوالقیس انا مثلا یک با تمکین چنون میگفت که او اگر 100 سال زنده باشد، اگر 100 سال در فکر شما انمی گفته‌های شیرالی میماند. برای انمی بزرگ شدن اون کس و هنرپیشه مردمی بیهوده نشدن اون کس، محبوب خلق بیهوده نشدن اون کس. ببینید یک فلسفه بزرگ به تکیه میکردند. از همون همصحبت خودشون یک چیز گرفته میتوانستند و چیزی با اون داده میتوانستند. چطور میتوان یک انسان این همه هنرها را به طور حرفه‌ای در خود دارا باشد؟ هم هنرمند، هم کارگردان، هم آموزگار، هم راهبر، هم عالم، هم نویسنده، هم فیلسوف، هم ورزشگر، هم سراینده، هم نوازنده، هم پزنده، هم طراح، هم رسام، هم آرایشگر، هم استا، هم دوریدگر، هم رقاص، هم راوی، هم بزلگوی. خلاص به چی کار دست زده موفقانه از عهده آن برآمده است؟ وقتی که میگویند برای یک مرد 40 هنر هم کم است، این درباره پدرم بود گوییم. به هر چیزی که دست میزد، به هر چیزی که دست میزدند اون رو خیلی عالی انجام میدادند. حتی اگر درباره همون کار پیشتر یگون معلومات و یگون تجربه هم نداشته باشند، یعنی که چیزی نو، کاری نو هم باشد، اون رو با خیلی عالی به انجام میرساندند. احتمالاً که همه فرزندان چنین فکر دارند که پدر یا مادرشون، یعنی که والدینشون ناتکرارند، اما ما رو همه ببخشند، لیکی فکر میکنند که پدر من یگانه بودند. شیرالی همچون پدر، همسر و یک مرد زندگی ساز
همیشه مایه افتخار فرزندان و پیوندان بوده و هست و امروز هر کدام از فرزندان نامبردار و گرامی دارنده یاد نیک و خاطرات پدری بزرگوارشانند. علیشیر پسر یگانه پدر چی در سیرت و چی در صورت شیرعلی ثانی را میماند. یگانه تفاوت در آن که راه و پیشه پدر را انتخاب نکرد، گرچند در رگ و پوست و خونش نشانی از شیرعلی هنرمند جلا می‌دهد. دختران عاقله و دانایش نیز فرزانه و فرانگیز همیشه باعث افتخار پدر بودند و گاه به هم آمده خاطره های پدر را ورق گردان می کنند. شش سال زندگی کردیم. ما میگوییم که عمر اگر خوش گذرد زندگی خضر کم است، ولی خوش گذرد اون نیم نفس بسیار است. همین خوشبخت که بودم، خوشبخت‌ترین زن بودم که این خیلی خدا من رو به این خیلی انسانم تقدیر کرده است. بهترین زندگی داشتم. آدمان با هنر نجیب، انسان‌های صاحب استعداد و نکوکار، شخصان فاضل خردمند که هستی خود را بی‌دریغ صرف خدمت خلق وطن می کنند، به شهرچنار، به گلباغ سبز با تراوت شباهت دارند که به شهر و دیار خود حسن تازه می بخشند. و استاد هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان شیرعلی عبدالقیسوف از چنین شخصیت‌های بود که بر صنعت تاجیک و کارهای شایسته را به انجام رسانده بود. و از همان دوره من هر یک نقش استاد را دائما هم در تئاترها و هم در سینما تماشا میکنم و از آنها یک لذت، یک محبت را پیگیری می نمایم. شیرعلی عبدالقیسوف در زیاد از 16 آزمون و فستیوال های داخلی و خارجی اشتراک نموده، دیپلم و نشان و جایزه های زیادی افتخاری به دست آورده است که این نشانی اعتراف عموم در برابر یک نفری صاحب استعداد است. محض هنر و استعداد بود که هنوز در سالهای 92 اصلی گذشته شیرعلی عبدالقیسوف به عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان سزاوار گشته بود و در آغاز سالهای 2000 باشد با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با عنوان افتخاری هنرمند خلقی تاجیکستان سزاوار شد. در اکثر چاره‌بینی‌های سطح بلند و حکومتی سهم بی‌واسطه شیرعلی عبدالقیسوف چون کارگردان و تهیه‌گر خیلی خوب مشاهده می‌شد. برای مثال تنها یادآور شدن کافی است که جشن وحدت ملی سال 2016 در خاروخ محصولی کار شیرعلی بود. 70 سالگی هنرمند با ابتکار شاگردان با وفا و یک شکوه و شهامت خاص ماه اپریل سال 2021 برگزار شد.
برای هر یک هنرمند سلاح اصلی او این قد و قامت بالا و صدا و سیمای صحنه آرایش می باشد و متاسفانه شیرعلی در سالهای آخری حیات یکی از این نعمتهای نایاب را گم کرد. آواز او به طور غیر چشم داشت گم شد. برای طبابت فرزندان اقدام نموده تا خارج کشور نیز پی جراحی شدند، اما شیرعلی در این همه حکمت خیر را می دید و هرگز گرفتار یأس و ناامیدی نبود. نیم ساعت زیاده که من اونا راضی کردم که گپ زنن و راضی شدن به من بگن که گرفتار همین گونه کسلم. اما اولین مرتبه دیدم که استاد از مرگ نمی ترسیدن. استاد از یک چیز می ترسیدن. من از چشمون احساس کردم که البته اونو میدونستن که این واقعه میشه و اونو از چشمون احساس کردم که من میرم و شما تنها میمونید. من همین از چشمون خوندم و فهمیدم که باید تنهایی ما میگیریست، نه از اونه که همه ما میریم اونجا نزد حق همونو میریم اونجا اومدیم اونجا میریم. باید از یک چیز میترسید که و برای یک چیز میگیرید که ما تنها میمونیم. بخبر بودیم او خودش رفت از قریه بالا، از تشخیص گذشت است. یک روز ما بخبر یک روز مادرم زنگ زد به گفتن که و پدرت اومد، همون یک دارو خط قطعی گفت، همین بین چیست؟ منم خوندم نفهمیدم چی بود. یک شناسی دکترم با روان کردم گفت که فرنگیس это плохо. یک ضربه بود ما گفتیم که دیدیم کجا رویم طبابت. دو راه بود، یک راه پیتربورگ رفتم سنت پتربورگ و یک راه هندوستان. اومدم پدرم با گفتم پدر هم خیلی رفتن در کار طبابت کشتن در کار. گفتن که دو طرف کجا میریم؟ دادا گفت که هندوستان میریم. گفت یک بار تاج محل هم بینم. گفت بسیار سرزمین بزرگ است، هندوستان رو بسیار دوست می‌داشتم. با یک ماه رفتیم ما وقت همین کسالی سر شدن، کسالی کرونا ویروس پاندемия غلطیدیم و 4 ماه در اونجا موندیم. همونجا هم دو روز شد آمدن ما به هندوستان. گفتن که فرنگیس من به دفتر در کار روچکا گفتم میریم. گرفتن من گفتم دادا کدامش میگه؟ گفت کلانترش میگه. بعد بینم که نوشتن سر کردم چی خاطره ها بود، چیزی بود، همش در همون هر روز در همونجا می نوشتن، در همون حالت هم می نوشتن. زیاد صحبت گپ زدن، فقط گپ می زدم. من گفتم دادا دکتر من بگو که گپ زدنشون ممکن نیست، بسیار سخن نکنن. پدرم سخن میکرد، من نمیموندم. دادا گپ نزنید شما ممکن نیست، دادا گپ نزنید شما ممکن نیست. بعد پشیمان شدم که کاش که سخن میگفتم، من گوش میکردم که در دلش چی بود و چی گفتم میخواست. ولی من تیار کردن گیر و من روشون با میرم استراحت میکنم. میگفت من گفتم معلم خیلی روشون بود، خیلی میرید تمام اینا رخصتی میبرین میرین یا مدام میگیرین میگردین میبین. یک عمر زیادتر نیستم نمایش مانند تو همین تیار کردن گیر، از بالا نظارت کن، نقش اونقدر دشوار نیست. و این همگی 3 روز پیش از بیمار شدن شما و ما یک سیامکه با بند بودیم در طرف مومین‌آباد و رفتیم که این بیماری خروج میگیره، بیماری کرونا ویروسون یکی خروج میگیره و میبرن در شعبه احیا و در همونجا هم از خانه سر کرده تا همونجا هم شجاعت گیم بیا، شجاعت گیم بیا، شجاعت گیم بیا. و ما کارم که داشتم حتما زنگ زدم که میرسم، حتما زدم. علی شیرجون زنگ زدن که دادم گذشت. با ما شاید بگم دیگه ما دیگه با هم دیگه نمیدونم دیگه چی بود که اخیراً بر ما با هم دیدار استاد مشرف نشد. یک صفت خیلی خوب شیرعلی این خاطره نویسی بود و اقدام نیک و فرخنده این است که خاطره های او از جانب پیوندان در آینده نزدیک
کتابت خواهند شد. آخرین سطرهای نگاشته شیرعلی به نقشه سفری بدخشان داشتنش اشارت نموده است و بسا حزن‌انگیز است که این قید دیگر خیلی واقعیت یافت و شیرعلی برای همیشه سوی بدخشان زادگاه و آغازگاه خود رفت. شیرعلی عبدالقیصف در صحیفه نوین تاریخ فرهنگی کشور نقشی استوار و پای بر جای را از خود باقی ماند که امروز ثمره آن را در جولان نسل‌های پروریده و تعلیم داده او خیلی واضح می‌بینیم و نقش‌ها و سیماهای تئاتری و سینمایی آفریده‌اش طریق اکران کاشانه‌های فردی این ملت را همیشه شاد و سرگرم و چراغان می‌سازد. امروز جسمی شیرعلی با ما نیست، ولی یاد و نام او همیشه با ماست. دو مکان مقدسی که روح شیرعلی برای ابدیت و جاودانگی خواهد زیست، این تئاتر و دانشکده خواهد بود. شیرعلی گویا اعیان به این دو درگاه برایش بسی خاص، جایی که عمر و حیات و زندگی خود را بخشید سر می‌زند و از سقف و بنا و راهرو و عکس‌ها، از تالار و صحنه و مجلسگاه همپیشگان که دیگر بدون او روزگار میبرند دیدن میکند. پس از سیر تئاتر چون معمول راه دانشکده را پیش میگیرد که این مسیری روزمره زندگی شیرعلی بود و در راهرو و حولی و صنفخانه‌های مهارت اختیاری تا کنون نفسی گرمی شیرعلی احساس می شود. از همه جای بعد که مثلا استاد نبودن خوب با ما بسیار نوشته هاشون که مثلا 100 روز در معالجه در وای قرار داشتن هندوستان، خوب از دفتر خاطره هاش خواندیم و از اونی که روزنامه داشتن همه روزه می نوشتن. وقتی که من خوندم که استاد نوشتن که روزی 12 ایول سفر با هیئت روشندلانی روشن به شهر خارو 12 ایول همراهشون سحر قطعی رفتن، اینا هم 12 ایول سحر قطعی گذاشتن و برداشته بردیم. یکی فهمیدگی بده. شجاعت یکی از شاگردان وفادار شیرعلی که همیشه در پهلوی استادش بود ولی روز آخری حیات برای وداع رسیدن نتوانست، برای چنین یک عاجزی کوچک خود پیوسته حسرت می‌خورد، ولی امیدوار است که روحی استادش در آرامش است و همیشه از او راضی خواهد بود. البته روزی هنوست روزی نمیبودن من موافق نمیشتم، برای که من گفته بودن که دعای استاد مهمه. من دعای استاد گرفته که روزی هم Теперь я за вас. Спокоен. آغاز 10 ساله سیوم سده 21 برای تمام جهانیان بسا خسارات آورد. تمام جهان را ترس و وهم و دهشتی کرونا به زانو شینانده بود و آن شب و روزها جان دادن یک انسان قریب که فاجعه نبود و شیرعلی ناتکرار و محتشم در انبوی انا همین کشمکش ها که جهان گرفتاری های زیاد داشت، قطار صدها ابر شخصیت های جلانناک به طور ناعیان با عالمیان ودا گفت.
قلب هنرمندی بزرگ و ناتکرار سنه 12 ایولی سال 2021 برای همیشه از تپیش باز ماند. همینطور شیرالی شاد و خندان رفت و گویا رسالت خود را در زندگی انجام داد. رود 5 همانا جاری است. آن شاهد هزاران حوادث روزگار گذشته است. روزگار امروزه و آینده نیست. آن شاهد گریه های نخستین شیرعلی عبدالقیس است که زمان دیده به عالم گشاده‌اش در این دهه صدا داده بود. شاهد آه و فغان و ناله های هزاران همدیه و عزیزان و پیوندانش است که روز دفن شیرعلی عبدالقیسов در این دهه صورت گرفته بود. دوستان عزیز، هر ابتدا را انتهاست و هر آغاز را انجام. اینجا داستان شگفت‌انگیز شعر صحنه به پایان میرسد. تا دیدار دیگر، خیر عزیزان.